در ماه مبارک رمضان روزه میگیرند. ببین برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعت ها همه روزدار هستیم. حالتی که میخواهم دب بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چه مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. به سبب برادران عزیز گرامی همین 4 صفتی را که